اوکی. خب G'day. که هیچی. خب اینجا هنگره که حالا مثلا جاش نشون میدم. ببینین اول کار شروع کنیم. خب ما اینجا مثلا مثل محصولات آفیس، خب من اینجا چیکار میکنیم؟ میاریم اینجا همینجا جا میگیره. بعد که اینجا جا میگیره دیگه مثلا میگیرین و جا میگیرین و میفروشین. ببینین این بزرگترین جت حالا یا هواپیمای بازیه، ولی اگه اینو من اینو خریدم دیگه جای واسه چیز دیگه ندارم بذارم. ولی اگه اینو نمیخریدم میتونستم مثلا نزدیک 7 8 تا 9 10 تا اینا زیاد خبر ندارم بذارم. و وقتی سوار اون هواپیما بشید دفعه راست اگه اشتباه نکنم بزنید میتونید اسپورت کنید اون هواپیما یا هرچی رو. شما میایید تو این بخش، میایید توی اتاقتون بین سیاه میشین و میایید تو این بخش میشیم تو صندلی زبده رو میزنیم. خب نکنین اینجا الان من تا الان 1,230,000 در آوردم. خب بعد اینجا که سب کنم اینجا شما اول بگم اینجا اون باره هنگره. خب که من به شما میگم که مثلا اینطوری تالا در چی دوست دارید، ولی خب من همیشه رندوم میزنم چون مثلا مهم نیست هیچ کدومش مثلا گرونتر این چیزا فکر نکنید. خب اینو الان 4 تا آوردم، فقط 4 تا آوردم. ببینیم چقدر بفروش میده. اگه بخوام بزنم، اگه بخوام کل این 4 تا رو بفروشم 120,000 تا پول میگیرم. ولی آفیس نه، آفیس شما باید خیلی پر کنید چون 120,000 تا بگیرید. خب و اینکه این جوری نیستش که مثلا پول بدیم مثل آفیس 10,000 تا 30,000 تا اینو بری بیاری، نه نیستش. و اینکه مثلا دیگه داره وقتی حالا یکی از دوستان میگفت که خیلی حرفه‌ای بود توش، اگه کل 100 تا 200 تا چقدر کل اونا رو پر کنیم نزدیک 18 میلیون الی 12 میلیون الی 18 میلیون میگیری اگه کل اینا رو پر کنیم. یه دوستان گفتش. و اینکه این کل هنگر بود. و حالا میریم تو گوشی، میریم باز همینجا اینجا میاییم مثلا این هنگر اینجا. خب اینجا میشه شما هنگر خودتون رو کاستوم کنید و این داستانا که اینا هم تخفیف خورده. نور داره مثلا نوراش آبی میشه، این هم تخفیف خورده. و اینا همه اینجا داره مثلا. و مثلا این مثلا اینه اینجا هم که مثلا خوابتونه که من اینو گرفتم گرفتم لستیکش بده. این ورکشاپ هم بیرون یه بار برم از هنگر خودم یه هنگر دیگه. خب ببینید اینجا مثلا ورکشاپ چیه؟ این ورکشاپی که شما میبینید اینجا شما میتونید اگه اینو بخرید میتونید هواپیماهاتون رو کاستوم کنید. و اینجا که میایم بیرون